در ماده 4 کنستیتوسیون جمهوری ازبکستان آمده است. جمهوری ازبکستان احترام زبان، عرف و عادت و عنعنه‌های همه ملت‌های را که در حدود آن زندگی می‌کند تأمین می‌نمایند و برای رواج آنها شرایط فراهم می‌آورد. موافق این در قطار دیگر ملت‌ها زبان و ادبیات، صنعت و فرهنگ خلق تاجیک در کشور ما حفظ و قدردانی کرده می‌شود. در ریسپوبلیک ازبکستان در برابر ساحه‌های دیگر با تعلیم و تربیت جوانان هم اعتبار علاهیده داده می شود. با تشبث حکومت جمهوری با مقصد دستگیری همه‌جانبه ملت‌های ساکنان آن، فراهم آوردن محیط همدلی در ساحه تعلیم عمومی تعلیم با 7 زبان به راه مانده شده است. فرزندان خلق تاجیک نیز از این امکانیت‌ها استفاده برده با زبان مادری خود تعلیم و تربیه می گیرند. این زمان در مقیاس جمهوری در 247 تا مکتب تعلیم عمومی تعلیم با زبان تاجیکی به راه مانده شده است که در آن زیاده از 398 نفر معلمان زبان و ادبیات تاجیک و شاگردان اسرار دانش می آموزند. من از خودی کسب آموزگار را دوست می‌داشتم که اولی ما همشون آموزگار هستند. برای همین من کسب آموزگار را انتخاب نمودم. تیار نمودن کادرهایی که برای وطن ما هست در تمام دوره حیات پداگوگیم من 3 خطوط را همراه کرده ایستادم. در درس‌های من تکنولوژی نوی زمانی استفاده برده ایستادم. مثلا کامپیوتر استفاده من از اسلوب‌های اینترفعال درس‌ها همین خیلی می‌گذاریم که با اسلوبی ناعنعنوی گذرانده ایستادیم درس‌های ما. در مکتب ما همین شرایط‌هایی که در زمان حاضر موجود است وجود دارد. مثلا این خانه کامپیوتر وجود دارد، زال اسپورتی وجود دارد، با همه اون چیزهایی که برای تعلیم تربیت نوروز است جایگزین شده. مکتب ما مکتب بین‌المللی به حساب می‌رود. در این مکتب ما هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی درس می‌گویند. اعتباری وی در بین ناحیه ما خیلی کلان است. کادرهایی که در مکتب ما تحصیل کردند در همین ساحه‌های جمعیت کار کرده ایستادند. آموزگار پرتجربه 40 سال باز در مکتب تعلیم همگانی رقم 10 ناحیه سیخون‌آباد با 415 نفر طالب علمان سبق می‌آموزد. شاگردان استاد در یک قطار آزمون و المپیادهای فنی اشتراک نموده صاحب جایهای فخری گردیدند. از فن‌های نغز می‌بینستگیم زبان و ادبیات تاجیکی میباشد. من آن فن را خیلی نغز می‌بینم. آموزگارم این فن را نغز می‌فهمونند و درس‌هایشون نغز می‌گذرد. اسمی استادم هوس کرده. من هم در آینده معلم زبان و ادبیات شدن را می‌خواهم. من در وقت خالیگم در کتابخانه می‌دارم. اثرهای سینا، رودکی، جلال‌الدین رومی را مطالعه می‌کنم. اثرهای آن را خوانده از خود میکنم. در وقتای اونها چقدر علم و ترقیات بودگی، علم فن چقدر رواج لمش کردگی، اثرای همونای خونده از خود کار میگیرم. یکی از کامیابی‌های چشمرس دانش آموزانی که در مکتب‌های تاجیکی کشور تحصیل می‌کنند در آن است که آنها با 2 زبان، 2 ادبیات و 2 صنعت خبردار می‌گردند و این جهت و تفکر آن اهمیت اولین درجه دارند. زیرا آنها آثار تاجیکی عبدالرحمن جامی و هم آثار ازبکی میرعلی شیر نوایی هم زبان دولتی را خوب یاد میگیرند که در آن رول کتاب و کتابخانه نیز خیلی هم کلان است. از طرف همزبان ما توی مراد شریپov با کتابخانه این مکتب تعلیم همگانی رقم 34 ناحیه نیز ادبیات‌های بدیعی سپاریده شد. کتاب دوستی بی‌غرض انسان میباشد. از کتاب هر خیل آذوقه‌های گرفتن ممکن. وقتی که دل آدم تنگ شودن به کتاب مراجعت کردگی وقتش به از کتاب یاری بسیار را میگیرد. ما را به همین درجه رساندگی چیز هم این البته کتاب میباشد. اساسی مکتب ما زبان مکتب تاجیکی به حساب میرود. در مکتب با 2 زبان هم خوانش برده می شود با زبان هم تاجیکی که زبان مادری ما می باشد هم زبان ازبکی
ба дарсҳо бурда мешавад. تا حالا در این معرفتگاه 504 نفر طالب علمان از 52 نفر آموزگاران سبق می گیرند. روز تا روز صف اختراعکاران جوان می افزاید. درس‌های تربیوی جسمانی ورزش نیز خیلی خوب برآمد مانده شده است. خیلی که به همه ما معلوم است پرزیدنت республики ما 5 تا عامل را برای گذاشتن را توصیه داده. از همین 5 تا توصیه داده رهبری دولت ما 4ش به واسطه به ساحه تعلیم وابستگی بسیار دارد. از این جمله یکم ساحه موسیقی و تصویر صنعت، دویم ساحه رواج جانیدن بازی‌های سپورتی، خب سومش خیلی که حاضر زمان اینوواسیون می باشد، تستکاری می باشد، با کامپیوترها، با اخباراتنامه کار کردن بچه ها. درس های بیرون از صنف تشکیل کرده شود و من همین بازی های گوناگون سپورتی، مشق های بازی های منطقی برای اون که همان طلبه ها فکر کنی هاشون بسیار شود. بازی های ورزشی، بلکه من همین خیلی طلبه ها هستند که میخواهند فوتبال رو بازی کنند لیکن نمیتوانند، امکانیت جسمانی اونها این نمیبردارند. همون طلبه ها من خواهند با همین یاری کامپیوتر من هم فوتبال بازی کنند یا دیگر بازی های سپورتی را بازند گفته شرایط کرد. چهارمین تشبس پرزیدنت ما من همین چیز شد که من از این نهایت خرسندم. به نهایت با کتاب دوست کردنی تمام من همین خلقم آید. شاگردان کوچک که اکنون به درک زندگی شروع می کنند با امید و آرزوهای زیاد به نزد استاد می آیند. او می خواهد سواد و خواندن و نوشتن دردانه های آداب و معاشرت را فرا گیرد و هستیش از پرتو علم و معرفت، کسب و هنر منور گردد. از این لحاظ محض استاد باری وزنین و پرمسئول را بر دوش می گیرد. به قول شاعر زگیریه کار به جای رساندم حیرت که سوخت از غم شاگردی من استادم. یکی از کامیابی های چشمت دانش آموزان در این مکتب های تاجیکی کشور تحصیل می کنند در آن است که آنها با 2 زبان، 2 ادبیات و 2 صنعت و فرهنگ خبردار می شوند و از جهت تفکر آن اهمیت اولین درجه دارد، زیرا آنها هم آثار تاجیکی عبدالرحمن جامی و هم آثار ازبکی میرعلی شیر نوایی را هم زبان دولتی را خوب یاد میگیرند که در آن رول کتاب و کتابخوانی نیز خیلی هم کلان است. در سال جاری و با برابرین در سال خوانشی 2018-2019 قریب که در 41 تا مکتب تعلیم همگانی ناحیه سیخون‌آباد تدبیرها عاید 5 تا تشبس برگزار کرده شد. از جمله من امروز ما در مکتب تعلیم همگانی رقم 2 گواه شدیم که دانش آموزها با محفل‌های بعد از درسی، یعنی با محفل‌های تشبسی سوادناکی کامپیوتری، موسیقی و کتابخوانی مشغول شده ایستادند. استاد را از پدر بیش گذاشتند. سهم او را در رشد و کمال انسان بیشتر دانستند. حالا در این تعلیمگاه زیاد از 70 نفر آموزگاران و 623 تا فرزندان خلق و ملت‌های گوناگون تعلیم و تربیت می‌دهند. دانش آموزان مکتب تعلیم همگانی رقم 2 در مقیاس ولایت از آزمون فنی یعنی زبان و ادبیات تاجیک تا به درجه ریسپوبلیکا برآمده اشتراک نموده جایهای فخرناک را به دست آورند و ما امید داریم که این سال باز یک خواننده که سال گذشته در صنف 10 تحصیل میکرد این سال که 11 شد، خدا خواهد در ریسپوبلیکا هم جاهای به نظر نمایان فخرناک را گرفته به دانشگاه ها داخل شده شأن و نام و شریف مکتب تعلیم همگانی رقم 2 نه بلکه ولایت سردریا ناحیه سیخون‌آباد را به بالا میبردارد.
خرسندی آور است که در ولایت سیردریا که امروزها زیاده از 70 خلقیت و ملت و ایلت‌ها زندگی می نمایند و بحر رواج و رونق ازبکستان عزیزمان سهمی با سزا می گذارند که ما این را در مثال مکتب تعلیمی همگانی رقم 2 ناحیه سیخون آباد بر الاحیس نمودیم. درباره مکتب هر چیز گویم هم کم است، چونکه در مکتب‌های حاضره البته در همه ولایت‌های ریسپوبلیکمون امکانات‌های بسیار زیاد به عمل آمده ایستاده است که یکی از این مشغولات‌هایی که در مکتب ما حاضر شده ایستاده است نه فقط به سپورت، یعنی در ورزش هم در فن‌ها هم دیده شده ایستاده است که اون سویه اون معنویت دانش آموزان ما را تا حد امکان البته برداشته ایستاده است که این در آینده آنها رول کلان را البته بازی میکند. وقتی که حسن و جمال به همتای باغ و بستان ما را چون آهن ربا به خود جذب می سازد و نسیم بانکت و عطر دلاویز آن به مشام می زند، به اختیار به زیباترین گلها و شاخه های منقش و رنگارنگ نظر می افکنیم. همیشه طی روزگار در گذشت و امروز گلهای زیباترین بانکت و ستاره های تابان و درخشان حیات ما استادان عزیز و معتبر، آموزگاران اصیل و خردمند، معلمان پاکطینت و پاکیزه روزگار بودند و هستند که با صنعت و مهارت و پند و الفاظ شفابخش خود به جمله دردها درمان بخشیده دل ما را تسخیر می کنند. معلمه علمانای تنگری و پی 30 سال است که به فرزندان ناحیه سیخون آباد از فن زبان روسی تعلیم و تربیه می دهد. Я обучаю детей к любви к языку, к нашей родине. Я горжусь своей профессией. Я никогда не заменила бы другой профессию. У меня любовь к родине, любовь к ученикам, любовь к языку. Вот я знаю очень много языков, и я очень себя считаю счастливой, что я знаю многие языки. مکتب بین الملل بوده خوانش با 3 زبان برده می شود، با زبان دولتی، روسی و تاجیکی. از روی نهاد تشبثی رهبری دولتمان امروزها از روی 5 رئیس در این معرفتگاه یک قطار کارها به انجام رسیده ایستاده است. نقشه اینوستیسیا سال 2018-2019 یکی از مکتب تعلیم همگانی تاجیکی پر تعلیم با زبان تاجیکی در ناحیه سیخون آباد در مکتب‌های تعلیمی 19 و 25 برده میشد. مکتب تعلیم همگانی رقم 19 با مبلغ 1 میلیارد و 175 میلیون پر از نو تعمیر کننده شد. مکتب از قیافه اول اثر نموده امروزها عموما قیافه نو بیرامانه را در بر گرفت. از همین با ما معلوم می شود که این هم نسبتی امان خلق ملت یعنی با ما غمخوری روز از روز بهبودی زیادتر شده ایستاده است. این چیز را ما البته در این سالهای نزدیکی با شاد و خرسندی زیاد همچون راهبران و همچون معلمان و همچون خوانندگان پدر مادران هم با شوق و حوصله زیاد قبول کرده ایستاده. باز هم نسبتی تعلیم تربیه گرفتنی جوانان روز از روز مهرشان زیادتر شده ایستاده است. تا حالا در ولایتمان 6 مکتب تعلیم همگانی که خوانش با زبان تاجیکی برده می شود ارزی وجود دارد که در آن 1154 نفر نورسان از 170 آموزگاران دانش می آموزند. آموزگاران استادان جوانان را در روح میهندوستی و تنپروری و آداب و اخلاق حمیده تعلیم و تربیه می دهند.